رژیم آزادشان بگرداند. موضوعی که باید ادامه بدیم باز هم موضوع نهضت اسلامی تاجیکستان در مسیر تاریخ می باشد. برای آنکه ما درباره نهضت اسلامی تاجیکستان بگوییم و برای بینندگان مخصوصا جوانها فهمو بشود که این حرکت در چه شرایطی به عرصه هستی پا نهاد و فعالیت خود را شروع کرد، میگردیم قدم به زمانی تأسیس آن، یعنی سالهای 72 میلادی، دهه 70 میلادی برای شما بعضی تذکرات واقعیت‌های آن سالها را برای شما بیان کنیم. ما در آن زمانها در کشور به نام SSSR یعنی اتحاد جماهیر شوروی زندگی میکردیم که با شعار دینی ما این است که ما دین نداریم و به خدایی و اتئیسم شعار اساسی این دولت بود و با داشتن یک حزب یکتاز کمونیستی و با در اوج قدرت بودنی در عالم که بدون شک یکی از دو قدرت‌های دنیوی بود که از وجودش تمام دنیا و حتی امریکا رو هم به لرزه در آورده بود. این در اون زمانها این سالهای 72 راست میاد که در اون زمانها نهضت اسلامی پا به عرصه حیات نهاد، یعنی پا به فعالیت شروع نمود. ما گفتیم که چقدر شرایطی که در زمان شوروی بود به این طرز بود که در اونجا کسی نه از دین چیزی گفته میتوانست، نه از آرمان‌های ملی، نه از فرهنگ ملی و شوروی با داشتن یک گروه معروف اتئیستان خود، یعنی که در بین اونها هم بازم این اتئیستان اتئیستان و کمونیستان به سه گروه تقسیم شدند. یکی فقط به خاطر آنکه از طریق این حزب میشد که به یک قدرت یا که به یک منصب برسند و زندگانی خود را پیش ببرند، و یک گروه دیگر بودند که واقعا هم به اعتقاد به خدایی پابند بودند و همه جا تبلیغ و کوشش میکردند که مردم را با اون چی که خودشان میگفتند که دین افیون است اونها را با مردم تبلیغ بکنند، و گروه دیگرشان بودند که به اضافه به اون که آنها دین را از عقیده خود دفاع میکردند ولی شدیدانه بر ضد دیندارها مبارزه میبردند که اونها را میگفتند اتئیستان مبارز یا که اتئیستان جنگاور، که اینها دیگر در راه رسیدن به اهداف خود یا از بین بردن آرمان‌های ملی و دینی مردم هیچ سستی نمی‌کردند و مبارزه سخت را می‌بردند. انا در چنین یک مرحله یک گروه از جوانها با داشتن یک عقیده خیلی محکم در مقابل این خواسته های نظام شوروی قد علم کردند که بیشک اینها با عملکرد خود چند چیزی را برای ما جوانها درس عبرت دادند، یعنی اینکه واقعا اینها با عملکرد خود یک افتخار برای تمام این ملت هستند. همچنان که بعد از پاشیدن شوروی بسیاری از جمهوری ها کوشش کردند افراد را در داخل کشورشان از ملتشان پیدا کنند که نشان بدهند که ملت، مثلا در روسیه نشان بدهند که ملت روس یک پارچه هم از زیر بار این شوروی ها نرفته، بلکه با عقیده کمونیستی تسلیم نشده، بلکه افراد داشتند که با این همه ظهورات غیر انسانی ضد دینی مبارزه بردن و اونها را فیلم های بنوار گرفتن و اونها را قهرمان های ملت خود معرفی کردن و به جوانان پیشنهاد کردن تا اینکه جوانان روس از اینها درس عبرت بیاموزند که هیچگاه در مقابل درخواست افرادی که بر ضد هویت آنها، دین آنها، فرهنگ آنها مبارزه میبرد، ملت روس کاملا شکست نخورده بود ولی افراد چنین قهرمان داشت.
و کشورهای آسیای میانه هم حتما داشتن و تاجیکستان عزیز ما هم حتما داشت. یکی از این گروه ها اینهایی بودند که به نام اسلامی معرفی شدند و اونها اولین اقدام های خود را از آخرهای دهه 60 شروع کردند و بالاخره در اوایل دهه 70 یک گروه با سرداری یا رهبری داملا عبدالله، یعنی استاد سید عبدالله نوری، با جمع از برادران و افراد نزدیک و شاگردانش که اینها حضرت ایشان نعمت الله بودند و قاری محمد جان شهید بودند و داملا جمعه بیگ در منزل یکی از دیگر از برادران خود از اون هسته مؤسسین که داملا قلندر صدرالدین در شهر قرغان تپه جمع شدند و اولین حرکت را یا اولین قدم خود را به شکل رسمی، به شکل دسته جمعی با برنامه‌های شروع کردند. وقتی که ما درباره اون همه ظلم و اون همه قدرت شوروی گفتیم، پس معلوم میشد که اینهایی که در این دم از این هدف میزدن و هدف اونها هم ادامه کاری روشنفکران مذهبی و ملی که آخر عصر 19 و اول عصر 20 به وجود آمده بود ادامه دهنده این کار بودند و هدف اساسشان آزاد نمودن، دور نمودن دین از خرافات و و دادن به امید برای ملت که این یک هویت دارد و با هویت خش آشنا کردن، اینها پا بر فعالیت نهادند و بیشک می شود گفت که اینها قهرمانای واقعی ملتند که در اون مرحله در مقابل اون قدرت عظیم، قدرت شوروی که کشورها و حتی امریکا از اون میترسید، قدم علم نمودن این به خاطر اون نبود که اینها به یک منصب برسند یا یک مقام بگیرند یا یکم فایده بگیرند، بجز اینکه اونها در این نشست با دست خود حکم شهادت خود را نوشتند و اعلان نمودند که ما برای این هدف بزرگ به خاطر این ملت و به خاطر این مردم آماده‌ایم از جان خود بگذاریم، ولی کوشش میکنیم که به این مردم هویت واقعی آنها را بشناسیم، نه این آنچه که امروز اتئیسم مبارز به مطرح میکند و نه آنچه که هر روز در مجله ها و مطبوعات و در رادیو تلویزیون از افیون بودن این دین صحبت میگویند و در مجله های مثل خارپشتک هر روز دینداران دین، خدا، پیامبر، مقدسات به مضحکه کشیده میشن. اینها به خاطر نجات دادن و مبارزه بردن بر ضد این همه بی‌عدالتی قدم بلند نمودن و اینها بدون شک در تاریخ نوشته خواهند شد و اینها واقعا شخصایی هستند که قهرمانان واقعی ملت، جانفدایان واقعی برای ملت هستند و اینها با این مبارزه های خود، با این اعمال خود نشان دادند که ملت تاجیک هم از جمله اون ملت، از اون انسان های نیست که سر و پا تسلیم به این گفته های دشمنان آرمان های ملی و فرهنگی شدن، بلکه ملت افراد دارد. ملت، این ملت تاجیک ملتی هست که به تسلیم نشده است و در این راه برای مبارزه، برای پیدا کردن هویت خیش، برای نجات دین خیش، آرمان های ملی خیش از جان آمادن از جان خود بگذارند و این واقعا هم هست. در این فرصتی کم نمیشد زیاده از این شرح داد، ولی واقعا هم باید ما مثلا جوان ها بدونن که گذشته های آنها گذشته های نه اونچنان دوری آنها افرادی هستند که واقعا هم لایق افتخار هستند و لایق است که از این بزرگ ها همیشه یاد بکنیم. یکی از مرحله اولی فعالیت نهضت اسلامی که از سال 1973 با اون جلسه در منزل استاد مولای قلندر شروع شد
شروع شد، با این برنامه پیش می رفت، ولی اخیر سالهای 70 با هجوم شوروی به خاک به سرزمین اسلامی افغانستان و مبارزه های اون در اونجا و دست به قتل کشتار زدن و از به نابود کردن مردم و به قیام خیستن مردم مسلمان و شروع شدن جهاد در اونجا و تبلیغات گسترده علیه دین و دینداران و مسلمانان و مجاهدین در اتحاد شوروی، این حرکت یک موضوع دیگری هم کسب کرد که بالاخره آنها دیگر مجبور بودند این از واقعیت های افغانستان به هر نوع به مردم به اونقدر که امکان دارد به مردم خبر بدن، واقعیت های اونجا رو بگن، حتی در شکل های بعضی کتابچه ها یا که بعضی ورقه های هم پنج شد که واقعیت های مبارزه شوروی در افغانستان را نشان میداد. و در یعنی آهسته آهسته نهضت اسلامی بجز از برنامه فرهنگی خود دیگر اقدام به کارهای سیاسی هم زد. البته در اون زمان حتی فعالیت فرهنگی و دفاع از آرمان‌های ملی هم برای اینکه در تضاد با خواسته های بلشویکی بود، این هم خودش از سیاست بود، یعنی مبارزه سیاسی بود که باید از این هم قدردانی کرد و این اون مرحله شروع و فعالیت ابتدایی نهضت اسلامی جوانان نهضت اسلامی جوانان در تاجیکستان و بعداً در شوروی است که متعایندم به این اکتفا میکنیم و تنها میخواستم خاطررسان کنم که امروز 10 ماه ایون دهه آخر رمضان راست می آید و زادروزی باز هم یک چنین از قهرمانان ملت، از جوان مردانی که از وقت خودش را شناخت تا به آخر مهلتی که امکان داشت همیشه در راه مبارزه و عدالت مبارزه بود. عضو پارلمان تاجیکستان بود و معاون اولی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یکی از شاگردان برومند و با شرف استاد سید عبدالله نوری، این برادری از زمان سید عمر حسینی می باشد که امروز با تهمت‌های این رژیم و در زندان این رژیم با حکمی بسیار هم به انصافانه و گوش ناشنیده حکم ابد برای هیچ عملی که هیچ اثبات نشد و حتی دادگاه های اونها را بردن پنهانی کردن تا اینکه کسی از این مضحکه با خبر نشود. برادری عزیزمون استاد گرامی سید عمر حسینی امروز زادروز دارد. ما از خداوند متعال در این ماه پربرکت با دهان رمضانی دعا میکنیم که خداوند تمام مظلومین را از زیر ظالمان در تمام دنیا و خاصتا برادران مظلوم ما را که در زندانهای رژیم خوابیدند، خداوند آنها را همه زندانیان را آزاد بگرداند و به جمع خاندانشان بپیوندد و تمام دوستانی که نزدیکان برادر و استاد سید عمر حسینی را هم به این زادروز تبریک میکنیم و امیدوار هستیم که هر چیز زودتر استاد عزیز به جمع خاندانش بپیوندد و اینچنین در این دهه باز هم در حق تمام زندانیان، تمام مریضان و تمام دور از وطنها دعای خیر میکنیم. خداوند تو خودت خوبتر میدانی که این بندگانت احتیاج به چی دارند و خودت خوبتر میدانی که حق کجاست و باطل کجاست. خداوند حق را بر باطل غالب بگردان و حق را به مردم مظلوم برسان. در آخر از یک شما برای کمی طولانی تر شدن صحبت عذر میخواهم. خداوند شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند در خاندان شما خیر و برکت عطا بنماید و همیشه با جمع عائلتان صحتمند و سربلند باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.